حقانی در تلاش رسمیت جهانی وزیر داخلی طالبان از دنیا می‌خواهد تا آنها به رسمیت شناخته شوند. سیاست جهان در برابر یگانه ابزار فشار طالبان یونما میگوید که ادامه کمک‌ها به افغانستان مشروط به باز شدن مکتب‌های دخترانه خواهد بود. نبرد پنجشیر از تجاوز شوروی تا تهاجم طالبان، جنگجویان طالب یک زن را در پنجشیر کشتند. گرمای آتشین در دل جنگل‌های اروپا، آتش سوزی گسترده در جنگل‌های غربی اروپا هزاران نفر را آواره کرد. و فرود اجباری به دنبال نقض فنی، دومین هواپیمای مسافربری هند به دلیل نقض فنی در کراچی پاکستان فرود آمد. با درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در جریان سفرش به ولایت خوست در یک گردهمایی بار دیگر از کشورهای جهان خواست که حکومت آنان را به رسمیت بشناسند. او گفته است که آنان و جامعه بین المللی به یکدیگر نیاز دارند. وزیر داخلی طالبان اضافه کرده است اگر دنیا ما را به رسمیت بشناسد یا نه، ملت اطمینان داشته باشد که ما با همت خود با هر بدبختی مبارزه خواهیم کرد. آقای حقانی علاوه کرده است که 20 سال با آمریکا مقابله کردند، اگر به رسمیت شناخته نشوند باز هم مبارزه می کنند. او اما در عین حال افزوده است که حکومت طالبان آماده برقراری روابط دیپلماتیک با تمام کشورهای همسایه و بین المللی است. افغانای سړی دومره به غیرت او به همت هم د شل کله مقابله چې د خارجي امکانات و نه کړه، په خپل ایمان او غیرت وکړه، ان شاء الله د اقتصاد سره به اوس مقابله په خپل مټو وکړي، که نه شي کولای. زه چې دا به دوی لپاره خیر وي چې دوی د افغانستان سره دیپلماتیک تعلق جوړ کړي. دا ما ته محتاج، زه دته محتاج یم. وزیر داخلی طالبان گفته است که افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نخواهد بود و به گروه‌های مسلح نیز اجازه فعالیت نخواهد داد. سراج الدین حقانی بر آزادی ذخیره‌های ارزی افغانستان نیز تاکید کرد. با گذشت نزدیک به 1 سال تا اکنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. عدم استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر، مبارزه با تروریسم، تشکیل دولت فراگیر و احترام به حقوق بشر و حقوق زنان از شرطهای کشورها و مجامع بین المللی برای شناسایی حکومت طالبان است. مارکوس پوتزل رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در امور افغانستان میگوید که طالبان برای جلب کمک‌های جامعه جهانی نیاز دارند تا مکتب‌های دخترانه را بازگشایی کنند. آقای پوتزل روز گذشته شنبه در سفرش به ولایت نینگرهار گفته است تا زمانی که دروازه‌های مکتب‌ها بر روی دانش آموزان دختر بازگشایی نشود، کمک‌های جهانی به افغانستان ادامه پیدا نمی‌کند. نام برده افزوده است که آموزش حق هر فرد است و سازمان ملل انتظار دارد تا طالبان در موضع گیریشان برای مسدود ماندن دروازه‌های مکتب‌های دخترانه تجدید نظر کنند. او خاطر نشان کرده است که سازمان ملل در هر حالت دستگیری شهروندان افغانستان خواهد بود، اما تحول‌های سیاسی اخیر سبب عقب گرد شده و این باور را به وجود آورده است که کمک‌ها به دست نیازمندان نمی‌رسد. قابل ذکر است پس از سپری شدن نزدیک به 1 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان، آنان تا اکنون در مکتب‌ها را برای دختران بالاتر از صنف 6 باز نکردند. منابع محلی در پنجشیر به آماج میگویند که طالبان 1 زن را در این ولایت کشتند. به گفته منابع، این زن که به دنبال مواشی‌هایشان در کوههای اطراف روستای اوبی سلای ولسوالی آبشار این ولایت همراه با همسرش در حرکت بود، هدف گلوله‌باری طالبان قرار می‌گیرند که در نتیجه این زن کشته می شود. بر روایت منابع، این رویداد صبح روز گذشته شنبه 25 سرطان رخ داده است. منبع می افزاید که اعضای خانواده این زن از ترس طالبان جسد او را عصر دیروز در ولسوالی آبشار بدون اشتراک همه اقوام و بستگانشان به خاک سپردند. این در حالی است که بیشتر وقتها در پنجشیر مردم از حراس طالبان که آنان را به جرم دست داشتن با جبهه مقاومت بازداشت و تیرباران نکنند، با همسرشان از خانه بیرون می شوند. از سوی هم پیش از این نیز طالبان بارها غیر نظامیان را در پنجشیر به اتهام همکاری با جبهه مقاومت تیرباران و یا شکنجه کرده بودند.
آتش سوزی های گسترده روز شنبه سراسر اروپای غربی را در نور دید و هزاران نفر را مجبور به ترک خانه های خود کرد. در میان موج گرمای شدید جنگلات آتش گرفتند و هیچ نشانه از کاهش آن دیده نمی شود. آتش نشانها در بخش های از فرانسه، اسپانیا و پرتغال در حال مبارزه برای کنترل آتش هستند. روزنامه گاردن گزارش داده است در منطقه ژرون در جنوب غربی فرانسه بیش از 12,000 نفر این ساحه را تخلیه کردند. در این محل تلاش ها برای مهار آتش جنگل های کاج به دلیل وزش باد شدید ناکام شده است. آتش سوزی ها در جنوب بوردوی فرانسه تقریباً 10,000 هکتار زمین را ویران کرده است. در اسپانیا در همسایگی فرانسه آتش نشان ها بعد از آن که دما به 45.7 درجه سانتیگراد رسید در حال مبارزه با آتش سوزی هستند. در جنوب این کشور در نزدیکی کوسا دل سول بیش از 3,000 نفر به دلیل آتش سوزی گسترده در نزدیکی شهر میجاس از خانه های خود تخلیه شدند. بخش خدمات فوری دولت اسپانیا گفته است که بسیاری از بیجا شدگان را در یک مرکز ورزشی پناه دادند. وزارت صحت کشور پرتغال اعلام کرده است که 238 نفر در اثر موج گرما در جریان 6 روز جان خود را از دست دادند. بیشتر کسانی که جان خود را از دست داده افراد مسن و بیمار بودند. یکی از بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی هند ایندیگو امروز یکشنبه گفت که یک هواپیمای این شرکت به دلیل نقض فنی در کراچی پاکستان فرود آمده است. این هواپیما از حیدرآباد به مقصد شارجه امارات متحده عربی در پرواز بود. حدود 2 هفته پیش نیز یک هواپیمای هندی به دلیل نقض فنی در کراچی نشست کرده بود. شرکت ایندیگو یک هواپیمای دیگر را برای برگرداندن مسافران به حیدرآباد به کراچی میفرستد. شرکت هواپیمای ایندیگو گفته است که پرواز شماره 6A1406 زمانی که خلبان نقض فنی را مشاهده کرد به کراچی نشست کرده است. ایندیگو نگفته است که این رویداد چه زمانی صورت گرفته است. این در حالی است که در 5 جولای یک هواپیمای بوینگ 737 شرکت سپایس جیت هند به دلیل مشکلات فنی نشست اضطراری در کراچی پاکستان انجام داد.